الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام الموحدين الذي بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 81 از آموزش توحید است و البته در این حلقه نیز به شما عملهایی که از عبادت است و باید تنها به الله انجام داده شود و به غیر الله انجام دادنش شرک است و کفر است بیان کرده می شود. برادرانم و خواهران موحدم، الله سبحانه و تعالی به شما برکه بدهد و شما را حفظ نماید. بدانید که یکی دیگر از عملی که از عبادت است و تنها به الله باید انجام داده شود و به نشانداد الله و رسولش عمل کرده شود، این التبرک بما شرعه الله است. تبرک جستن به آن چیزهایی که الله سبحانه و تعالی در شریعتش اجازه داده است. تبرک چیست؟ تبرک یعنی اعتقاد داشتن به یک چیز که این چیز برکه دارد. تبرک یعنی طلب برکه کردن، از همون برکه را اعتقاد کردن. اعتقاد میکنید که یک چیز برکه دارد و همون چیز به شما برکه میدهد. باید بدانیم که هر چیزی که من و شما از پیش خودمون اختیار کردیم و گفتیم که این چیز برای من برکه میدهد، این چیزی پر برکه هست، از این تبرک جستن یعنی طلب برکه کردن جایز است، این درست نیست. از پیش خودمون ما حق نداریم. چرا که ما قاعده داریم که علما میگویند العبادات توقیفیه الا ما يدل الدلیل على مشروعیتی. عبادت ها همه اش توقیفی هست. توقیفی به معنای این که یعنی از جانب الله و رسول بیان کرده شده است و هیچ کس حق ندارد که هر چیزی که خواست همون چیز رو عبادت بکند چگونه که خواست، بلکه عبادت گفته همون عملهای رو میگیم که الله و رسولش همون رو عبادت گفته باشد و دلیل از قرآن و سنت وجود داشته باشد. کمترین چیز که شما میگید که عبادت است، مثلا مستحب است، مستحب یعنی عبادت ثواب دارد. هر چیزی که ثواب دارد یعنی عبادت، پس باید دلیل داشته باشد. امروز میبینیم که بسیار کسها که خودشان را مسلمان میگند از باب تبرک، از در تبرک به شرک وارد میشوند و به شرک گرفتار میشوند، به شرک واقع میشوند. یعنی اونها تبرک را، برکه را از جایی که الله اجازه داده است نه، بلکه از غیر نشانداد الله و رسول تبرک می طلبند و اعتقاد برکه می کنند، به مانند صوفی ها، رافضه ها و دیگر از اهل بدعت که از قبرهای ایشانشان، از قبرهایی که اعتقاد دارند که گویا قبر اولیاءشان است، از خاک کدام مزار، از درخت، از سبحان الله مقبره چیزی اعتقاد میکنند که این چیز برکه دارد. خاک رو اگر مولند به بدنشون گویا که والعیاذ بالله کسلی پوستشون نابود می شود، به اونجا اگر روند برکه در زندگیشون می آید و همچنین اعتقاداتی باطل دارند. یا از توف دهان ایشانشون، از پسمانده خوراک غذای ایشانشون، که در تاجیکستان هم اینچنین عملها در بین صوفی ها ایشان ها زیاد است. ایشان اول به بالای طعام توف میکند
یا دستش رو میرساند، بعد مریدهایش میخرد. ایشون به هر یک مریدش 1 سومونی میدهد یا 5 سومونی میدهد، میگد که این در کیسه در جیبت بیستد، چرا که این پولی من، این مبلغی که من به تو دادم برکه دارد، به تو برکه میارد. این همه سخنها باطل است و این همه عملها شرک است و هر کسی که به همین اعتقاد میکند و مرید ایشون ها در همین باب است، این هم مشرک است. بله، قسمی از این شرک اصغر و قسمی از این شرک اکبر است. شرک اصغر چی است؟ شما بگویید که بله همین مبلغی که ایشون داد، خوراکی که ایشون خورد، پسمانده خوراک ایشون، این سببی برکه بگویید، برکه از الله است، برکه دهنده تنها الله است، لیکن این سببی برکه بگویید، در این حالت بارک الله فیکم، این شرک اصغر است. الله شرک اصغر را هم نمیبخشد و شرک اصغر معنیش نیست که یک عادی هست، بلکه این انسانی که به شرک اصغر واقع شد حتما باید عذابش رو بگیرد، بخشیده نمیشود. چخیلی که الله در عمومی آیت سوره نساء گفت ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله کسانی را که شرک قرار داده اند اونها را نمیبخشد، مشرکین را نمیبخشد، خود شرک اکبر و اصغر. بله، شرک اصغر انجام دهنده بعد از عذاب کشیدن عاقبتش به جنت میرود، اما بعد از عذاب شدیده. اما کسی اعتقاد بکند که همین پول یا خودی همین ایشان یا همین قبر برکه دهنده است، سبب نیست بلکه ذاتش خودش برکه میدهد، این به شرک اکبر واقع شده و این انسان مشرک است. تبرک شرعی، مثلا میگیم خانه کعبه برکه دارد، وقتی که در گرد خانه کعبه طواف میکنید شما انسانی ان شاء الله مبارک میشوید. طواف کردنم به همین خاطر، یکی از جهتاش این است که خانه مبارک است. ببکته الله سبحانه و تعالی در قرآن ذکر کرده است که مکه و این چنین خانه کعبه این مبارک است، پر برکت است. شما می توانید که از اینجا یعنی اعتقاد بکنید که برکه به وجود می آید. برای همین به خانه کعبه به نزدش می روید، به سنگ حجر الاسود بوسه می کنید، سلام می دهید. آب زمزم آب مبارک است، به خورنده اش نوشنده اش شفا می بخشد و به خورنده و نوشنده اش طعام است، شراب است و سببی نوبه شدن کسلی ها می شد. یا که عسل مبارک است، یا که حبت سودا سیاهی دانه میگیم به زبان روسی چورنی تیمی مبارک است، شفا است، قرآن مبارک است. بارک الله فیکم. و زمین های مبارک وجود دارد به مانند مکه و در مکه مینا، مزدلفه، عرفه، جمرات و مدینه و بیت المقدس، ارض الشام و این همه مکانها یا که چیزها یا بعضی از طعامهایی که مبارک هست الله و رسولش به ما خبر داده است. از پیش خودمون ما یگان چیز رو نمیتونیم که مبارک بگوییم یا تبرک بگوییم. قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم آیا جایز هست که تبرک کرده شود؟ البته جایز نیست. هیچ کس حق ندارد که خاک قبر رسول الله را بگیرد از اونجا رود و برکت طلب بکند. البته این شرک است. چخیلی که گفتیم یا اصغر یا اکبر. در مسجد رو چخیلی که رافضه ها صوفی ها میکنند گرد خانه رسول الله این آهن هایی که هست به اونها مس میکشند، به درها مس میکشند، بوسه میکنند، طلبی برکت میکنند. این همه شرک است. چرا که تبرک کردن عبادت است و باید همون جایی که الله اجازه داده است و رسول الله اجازه دادن که تبرک کرده شود تبرک میکنید و جایی که نشان نداده اند دلیل وجود ندارد تبرک کردن شرک است. صوفی ها و رافضه ها، عادتا صوفی ها، اشعری ها، ماتریدی ها شما را به شبهه گرفتار میکنند. میگویند که رسول الله صلی الله علیه و سلم مبارک بودند، ریشی رسول الله، توفی رسول الله، بلغمی رسول الله، کرته رسول الله مبارک بود. از همین جهت ایشان های ما هم
توفش، ریشش، مویش، لباسش مبارک است. ما میگیم اعوذ بالله من ذلك. تو از کجا ایشانت رو، اولیایت رو که مشرک است به رسول الله صلی الله علیه و سلم، خیر الرسل، افضل الرسل، برابر میکنی و قیاس میکنی؟ این قیاست باطل است و قیاسی شیطانی است. حق نداری که یک ایشانت رو، گرچنده که انسان خوب است مشرک نباشد، هم حق نداری که به پیامبر صلی الله علیه و سلم قیاس بکنی. حتی صحابه رو به پیامبر صلی الله علیه و سلم قیاس کردن جایز نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم رو الله مبارک قرار داد. بله، زمانی که رسول الله زنده بودند در بین صحابگان تبرک کرده می شدند. یعنی صحابگان توف رسول الله را تبرک می کردند، از توف رسول الله، یعنی توف رسول الله را مبارک قرار می دادند، حتی بلغم رسول الله را مبارک قرار می دادند. خیلی که حدیثی امام بخاری به این دلالت میکند که وقتی که رسول الله بلغمشون را می پتوفتند، بیرون می برآوردند، صحابگان برای به دست آوردن این بلغم به هم دیگر یعنی می جنگیدند، قریب که تلاش می کردند. چرا که الله اجازت داده بود. الله این را اجازت داده بود. چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم خیر الرسل هستند. الله خواست اجازت داد. لباس رسول الله مبارک است، توف رسول الله مبارک است، موی رسول الله مبارک است. اگر ما امروز انیق دانیم که پایافزال رسول الله، لباس رسول الله، ردای رسول الله، توف رسول الله، آب دیده رسول الله، ریش موی رسول الله وجود دارد، ما این را نور چشممون میکنیم، میبوسیم، دوست میداریم، همراهمون میگیریم، همراهمون به کفنمون هم میگیریم. چرا که شاید عذابی قبر به همین سبب لباس رسول الله کم بشه، خیلی که حدیث ها به این دلالت میکند. اما امروز همین چیز وجود دارد یا ندارد؟ وجود ندارد. سبحان الله. صوفی هایی که در کوکاس هستند، صوفی های چچن بمانندی رمضان کدیروف مرتد مشرک و این امام های پیروان مشرکش، سبحان الله، با چچنستان یک موی را آوردن که درازیش قریب نیم متر هست و گفتن این موی رسول الله هست. یک ماه دو ماه این مو را به درون آب انداختند، این آب را نوشیدند. چندین کس از تلاش و از کشمکش و از زحمه و قیست تا قیست در اینجا سبحان الله وفات هم کرد. بالاخره معلوم شد که این موی دم اسب و خر بوده است. بله، این جاهل ها هست، اینها خرپرست و اسب پرست است. و البته امروز این چنین چیزی یعنی دسترسی همه نیست. شاید باشد، لیکن امروز در کجا بودن چی بودنش معلوم نیست. بارک الله فیکم. از همین جهت تبرک به دو قسم تقسیم می شود: تبرک شرعی و تبرک غیر شرعی، شرکی و کفری. تبرک شرعی همان چیزهایی که الله او را مبارک قرار داده است. مثلا ماه مبارک به مانند ماه رمضان ماه مبارک است. شبش عبادت میکنید، روزش روزه میدارید، برکه میطلبید، به عبادت کردن تبرک میجویید، دهه اخیر اعتکاف مینشینید، چرا که این روزها روزهای مبارک، شبهای مبارک است. اما دیگر روزها این کار را همچون ماه رمضان کردن نمیتوانید. یا روزهای حج، زمانهای مبارک، یعنی وقتی مبارک، مکان مبارک، چیزهای مبارک، انسانهای مبارک البته که وجود دارد. انسانهای مبارک علما، لیکن برکه اونها آیا در مبلغ اونها، در بشره اونها، در لباس اونها، در توف دهان اونها؟ نه، این همه شرک است. بلکه در علم اونها. علما را احترام میکنید. علما مبارکند، عقیده اهل سنتی دارند، عقیده اشان توحید است، به مردم توحید را میرسانند، دین شریعت الله را میرسانند، به همین خاطر مبارک هستند. اما شما حق ندارید که این علماها را روید مس کشید، تبرک بجوید، بلکه احترام میکنید، احترام شرعی. و تبرک غیر شرعی همان تبرک هایی که الله و رسولش اجازت نداده است، بمانندی یعنی احترام، تبرک جستن از قبر، تبرک جستن از سنگ و مزار و تبرک جستن از این ایشان ها، تبرک کردن پول های اونها، پسمانده غذای اونها. والعیاذ بالله، این همه شرک است و کفر است. این همه گمراهی در صوفی ها دیده می شود. پس
مذهب اهل سنت و الجماعت مذهبی است که انسانها را یکتاپرست میکند و همین باب تبرک اساس باب بینهایت یعنی قوی هست که ما باید بدونیم. البته این باب تبرک رو حالا ما مختصر من بابی از جهتی کمی فهمیش بیان میکنیم تو که کمی فهمید، لیکن در آینده ها هر یکی این رو ما یک چند حلقه بیان میکنیم. الله سبحانه و تعالی میگه هدی و شفاء در سوره فصلت آیه 44. هدی و شفاء یعنی قرآن مبارک است چرا که هدایتگر و سبب هدایت و شفا بخشنده است. بارک الله فیکم. و یکی از دیگر عبادت ها طلب هدایت کردن. طلب هدایت رو تنها از الله میکنید و هدایت کننده تنها الله است. امروز در بین طاغوت پرستان در تاجیکستان این چنین سخن برآمده است که گویا این مرتدی که خودش را پیشوا گرفته است، پیشوای شیطان، هدایتگر باشد. والعیاذ بالله. این سخن را میشنود، خودش راضی است به همین سخن. خودی شنونده کسی که اقرار میکند هدایتگر بودنش را اقرار میکند مرتد است، مشرک میشود، خودش را به جای الله برآورده است. عملی که غیر از الله هیچ کس قادر نیست او را به خودش نسبت داده و راضی شده و از عبادت مردم کننده راضی شده است. و کسی که اعتقاد میکند که یک کسی دیگر، یک انسان دیگر هدایت کرده میتواند هدایتگر مثل الله سبحانه و تعالی است، این هم مشرک است. چرا که هدایت کننده الله است و طلب هدایت از الله کرده می شود، نه از قبر، نه از مزار، نه از انسانی. البته هدایت دو نمود است: هدایت التوفیق و هدایت الارشاد. هدایت توفیق این در دست الله است، یعنی خودی الله توفیق دهنده الله است، هدایت کننده الله است. اما هدایتی که به معنای راه نمود نشان دادن، یعنی راه راست را نشان دادن، این البته دعوتگران، علما و طالب علمان هستند که راه را به شما بیان میکنند، میگن که این حق این باطل است. چه که ما درس ها را بیان میکنیم. الله سبحانه و تعالی در سوره محمد آیه 17 میگه والذین اهتدوا زادهم هدى. آنهایی که هدایت یافتند و طلب هدایت کردند، هدایتشون با بالای هدایتشون هدایت زیاد شد. یعنی کسانی که طلب هدایت از الله سبحانه و تعالی میکنند، الله سبحانه و تعالی به آنها البته که هدایت را میبخشد، اما طریق شرعی باید باشد. و عبادت دیگر به مانند دعا، طلب کمک کردن، طلب پناه کردن، توسل، التجا، این همه عبادت هایی که تنها به الله انجام داده شد. بارزترین و بزرگترین و امروز مشهورترین شرک هایی که دیده می شود در دعا هست. بسیاری انسان ها از سبب دعا کردن غیر الله مشرک شدند. الله را عبادت می کنند و با همراهی الله غیر الله را عبادت می کنند. یعنی دعا می کنند، طلب منفعت یا دفع مضرت می کنند. از الله طلب می کنند که یگان خوبی و خوشی و نعمت را نصیبشون کنند، و یا طلب می کنند که یگان بلا را از سرشون بردارد. این عبادت است. از الله کنند این توحید است، توحید الوهیت است. اما از غیر الله اگر کسی طلب بکند که به من نعمت بده، فرزند بده، خوبی بده، منفعت بده، یا که دفع مضرت کند، یک ضرر را از سر من بردار، بلا را از من دور کن، کشایش کرته و غیره بگوید، این انسان مشرک شد. در تمام منطقه تاجیکستان مزارها دیده می شود که در این مزارها یک قبر مخصوصی هست، گویا این قبر اولیا هست، قبر کدام دیوانه هست، قبر کدام مشهوری هست، مولوی هست یا جنونی هست یا مجنون است و غیر ذلك. و در بالای این قبر می بینید که لطچه های مخصوصی در گرد و اطراف این قبر به شاخه های درخت بسته شده است. همه این چیست؟ همه این شرک است. لطه را همچون نظر می بندند، میرند و به سر قبر میگن که من به تو ای قبر نظر میکنم، انا همین لطه را می بندم که اگر تو به من شوهر دادی یا که به من فرزند دادی یا که مرا بوی کردی، حتما یک فلان کاری را انجام میدهم، یا در بالای سر قبرت، سر قبر مثلا در بالای تو
یک گوسفندی رو ذبح میکنم، یا که میروند و طلب دعا میکنند طلب میکنند از قبر و یک لطه رو میبندند. این همه شرکی اکبر است و این چنین انسان ها همه اش مشرک است، هیچ عذری ندارد. این چنین انسان ها عذری ندارد، این شرک اکبر است. البته جهمی ها، مدخلی ها، جامی ها، اشعری ها، ماتریدی ها، مرجئه ها، حزبی ها عذر میدهند، اما قرآن و سنت بیان میکند که این چنین انسان ها و عذر دهنده و همش مشرک است. الله سبحانه و تعالی میگه و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. مساجد از آن الله است و بجز الله کسی دیگری رو دعا نکنید. ولا تدعوا مع الله اله آخر، بجز الله دیگر الهی دیگری باطل رو دعا نکنید. سوره قصص آیه 88. این چنین طلب کمک کردن از غیر الله طلب کمک نکنید. الله در سوره اعراف آیه 128 میگه استعینوا بالله واصبروا، از الله طلب کمک بکنید و صبر بکنید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با عبدالله ابن عباس میگن که اذا سألت فاسأل الله و اذا استعنت فاستعن بالله، زمانی که سؤال کردی چیزی رو طلب کردی از الله طلب بکن و زمانی که کمک خواستی از الله کمک بخواه. یعنی همان چیزی رو که غیر از الله کسی قادر نیست از غیر الله طلب نکن که مشرک میشه و این شرک اکبر است. اما یک چیزی رو طلب کمک کردی که یک کس زنده هست در رو برویت وجود دارد و قادر انجام دادن همون طلبیده شده هست، میتوانی که طلب بکنی، اما نکنی افضل است. مثلا از یک در پهلویت بوده میگویی که به من یک چیزی رو بده، به من مثلا قرض بده، به من کمک بکن، در حالتی که در نزدت وجود دارد، تو رو میبیند و میشنود و قادر هست که این عمل رو انجام بدهد. اما کسی که در رو برویت نیست، حاضر نیست، تو رو نمیبیند و نمیشنود، از او طلب کمک کردن شرک است. خواه قبر باشد، خواه مرده باشد، خواه زنده. یک اولیا مرده است، از او طلب میکنی یا از رسول الله طلب میکنی چیزی رو که غیر از الله هیچ کسی قادر نیست، فرزند، برکه، هدایت، پس مشرک. طلب کمک از غیر الله، چیزی که الله غیر الله هیچ کس قادر نیست، طلب کردی از کسی که حاضر نیست، قادر نیست، مشرک شدی. یا کسی که زنده هست اما تو رو نمیبیند و نمیشنود، در یک دیگر جو است، تو دعا کردی و صدا برآوردی، از او طلب کردی، او تو رو ندید نشنید، پس چیزی رو طلب کردی که تو رو نمیبیند و نمیشنود و قادر نیست، مشرک شدی. شرک اکبر است. هر چیزی که غیر از الله، هر کاری که غیر از الله هیچ کسی دیگر به انجام دادنش قادر نیست، از غیر الله طلب کردی، از مرده یا زنده، بدون که به شرک اکبر واقع شده و مشرک شدی. این شرک اکبر است. پس استعانه، طلب کمک کردن باید تنها از الله سبحانه و تعالی باشد. و در مسئله پناه بردن هم الله سبحانه و تعالی در سوره نحل آیه 98 میگه فاستعذ بالله، پناه به الله ببر. وقتی که ترسیدی، به تو ترس غلبه کرد، به شیطان، به ساحر پناه نبر، به سوی فالبین و جادیگر نشتاب. وقتی که به تو ضرر رسید، مصیبت و بلای آمد، به سوی ساحر، به سوی جن و شیطان نشتاب، بلکه به الله پناه ببر. بگو که اعوذ بالله، پناه به الله میبرم، از گمراهی پناه به الله میبرم، از تمام بلاها پناه به الله میبرم، از کسلی و دیگر نمود مشکلات ها به الله پناه میبرم، از شیطان لعین الرجیم پناه میبرم، به الله سبحانه و تعالی. این است توحید، یکتا پرستی. پس این چنین عبادت دیگری که وجود دارد، این عبادت
حکم است. حکم کردن باید به حکم الله باشد. هر حاکمی که به حکم الله رسول حکم میکند و شریعت الله را در روی زمین تطبیق میکند، بداند که بزرگترین عبادت را انجام داده ایستاده و به همین عملش به ثواب بزرگ گرفتار شده و توحید ربوبیت و الوهیت را انجام داده ایستاده است و سبب داخل شویش به جنت می شود، چرا که عبادت بزرگی را، توحید را و توحید ربوبیت و الوهیت را عمل کرده ایستاده است. و هر حاکمی که بغیر حکم الله حکم میکند مطلق، بداند که خودش را به جای الله اله قرار داده، رب گفته و مشرک شده است. هم در الوهیت و هم در ربوبیت و هم در اسما و صفات مشرک است، چرا که عبادت را به غیر الله انجام داد. و این چنین عبادت دیگر، البته دلیل در این مسئله زیاد است. الله میگه این الحکم الا لله، همه حکم نیست مگر اینکه از آن الله است. همه حکم از آن الله است. امر الا تعبدوا الا اياه، و الله امر میکند که بجز الله هیچ کسی را عبادت نکنید. پس حکم کردن به حکم الله عبادت است و به غیر حکم الله حکم کردن شرک است که الله سبحانه و تعالی میگوید ولا یشرکوا فی حکمه احدا، در حکم الله کسی را شریک قرار ندهید. الا له الحکم، همه حکم از آن الله سبحانه و تعالی. و این چنین عبادت دیگری که وجود دارد این تحاکم است. تحاکم مراجعت کردن برای حل و فصل کردن مشکلها به محکمه، مراجعت کردن به محکمه یعنی مراجعت کردن به سود. کسی به سودهای شرعی برای حل و فصل مشکلاتش مراجعت بکند که به حکم الله رسول حل و فصل می شود، البته عبادت بزرگی را انجام داده و توحیدش را تطبیق کرده و توحید الوهیت را انجام داده است. و اما کسی که به محکمه های غیر شرعی مراجعت میکند، به محکمه های طاغوتی، به حکم های طاغوتی مراجعت میکند و راضی است، بداند که طاغوت پرست شده است و مشرک شده است. الم تر الى الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحكموا للطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. آنهایی که دعوا میکنند که مسلمان هستند اما مسلمان نیستند، فقط دعوا میکنند، فقط اعلان میکنند، همه به میگن که ما مسلمان هستیم اما مسلمان نیستند. چرا مسلمان نیستند؟ برای اینکه اونها میخواهند که مراجعت به محکمه های طاغوتی بکنند. حتی خواست کردن، حتی اراده کردن محکمه های طاغوتی این صاحبش رو کفر، این کفر است و صاحبش رو کفر میکند. شرک الاراده گفته همین رو میگن. و طاعت، این البته عبادت است که در حلقه گذشته بیان کرده بودیم. بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم. با همین این حلقه رو به پایان میرسونیم و باذن الله سبحانه و تعالی یک حلقه دیگر به شما در موضوع عملهایی که از عبادت است و باید به الله انجام داده شود و به غیر الله انجام دادن شرک است سخن میکنیم و بعد از این به دیگر بارک الله فیکم موضوع وارد خواهیم شد. اللهم علمنا مما ينفعنا وينفعنا مما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.